کسی مرا سراغ کنه خدا سراغ کنه پروردگارم یا عمر دراز بده شان تنی صحت بده خدا جان در مسافری ها گفته که به سری بلند بگردم برای سرخ برم خواجه و خدیر نظر کنه محمد یاردم کنه پروردگارم همیشه همراهشان باش خدای خداوند کریم حاجی کنه هم مثل پروردگارم. در این سن و سال خالای شادیگل و بابای اصلیمورод باید زندگی با فراغت و اوج کمالات فرزندانشان را دیدن میبایست. شاید در سنی که آنها دارند به نوازش نبیره جمع و گرد کردن تمام اعضایان عائله به دمگیری و طبابت نیاز داشته باشند. اما میدانید چه؟ پدر و مادر با 4 فرزند معیوب حالا غم دنیای زودگذر را خورده ایستادند. آنها نمیتوانند مثل دیگران یکی به صحبت کمپیران و دیگر به چایخانه ها برای صحبت با دوستان بروند. شرایط روزگار با تمام این عائله را سرسان و ناامید از زندگی شایسته کرده است. اینی های 4 تا همه هر روز به خودمان میگیم که خوش ما یعنی نشده خواهمان یعنی من نشدیم که همه دختا بزرگرین گفته همه خیلی گفتا گم میزنیم. این مقصد که خیلی چیز بگم آخه نمی درد شدیم خیلی قاق شد دیگه پرسکه که دیگه نمی چند درزا کشدیم دقتا کشدیم. این بچه ها باشین نمی یه جا رای کنم این کمی برداره اوش کمی برداره چیز کاری کردم نمیدونم رحمه دور کردم خودم نمیتونم. به باید رساندن فرزندان برای والدان مشکل است ولی به یک بارگی 12 فرزند که 4 تای آن دارای امکانات محدود است باز هم سخت و سنگین تر. مادر وقتی کودک را به باید میرساند شبهای بخوابی را سپری میکند اما این کار تا به سن کمال رسیدن آنها دوام میکند. خالای شادیگل و بابای اصلیمورод سالیان زیاد است که با شرایط وزنین در پرستاری و نگاهبینی 4 فرزند دارای امکاناتش محدود داشته نه شب خواب دارند و نه روز. از 12 فرزندی که در زندگی یکجایی نصیبشان گردیده است 6 نفر آنها به بیماری گوناگون مبتلا شدند. چند سال قبل 2 فرزند این خاندان که به این بیماری گرفتار بودند این دنیای فانی را ترک کردند. پدر و مادر نمیدانند غم و غصه باقی مانده را خورند یا در فراق آن 2 خدا بیامرز روزها را سپری کنند. آنها میگویند فرزندانشان تا صنف 5-6 به مکتب میرفتند و سالم بودند ولی به یک بارگی به این درد تقدیر گرفتار شدند. خیلی جنگ سر شد اینجا کوچه آمدیم پر نخواندگی این ها خواندگان و یا خیلی مکتب میرن و خیلی صحت بودن ساز بودن مال وانی کرده میگشت نمی مال وانی کرده میگشت. حفیظه 50 ساله، محمد عیسی 48 ساله، مظفر 39 ساله و حسن 34 ساله امروز نمیتوانند که به کمک والدین حرکت کنند. حفیظه را عائله‌دار کرده بودیم. پس از صاحب فرزند شدنش به این بیماری گرفتار شد و شوهرش از او جدا شد. وی با فرزندش به خانه ما آمدند. حالا حفیظه دارای نبیره است. مظفر را نیز عائله‌دار کرده بودیم ولی متاسفانه همسر این هم بنابر سبب بیماریش برآمده رفت. میگوید بابای اصلیمورод ایران خاندار کردیم این کسلا قد نبود این ویم برآمده رفت. یگانه آرزوی این پدر و مادر داشتن یک خانه زمانوی می باشد. نبودن شرایط زندگی سختی روزگاران مجبور ساخته است که بابای اصلیمورод نگاه نکرده به سن و سال خود کار کند. زندگی را از باغ نزد حولگی کمی به می کردند. بنابر سبب نبودن آب طی سالهای اخیر درختان خشک شده و دیگر حاصل نمی دهند. این ما به همه هم باغ بودم که 2 سال نمیتونم باغ این همین حال همین سال اگر که زالی کمی سی بیای ببینه چیزی کنه قریب 100 درختم قاق شده. زندگی رو نمی یک 2 گاو داریم ما گوسله هوایی میفروشیم یا که نمی همین زمین وابسته بوده یا میوهش برده میفروختن نمی بازار برده حال هیچ. با خونم جان داشتم این بابای جان داشت حاضر اکن نمیتونم آخه نمیتونم دل بسیار که عذاب میشه. وقتی این احوال رو دیده سبب بیماری آنها رو از پدر و مادر پرسان شدیم با تأسف چنین گفتند. پیشم پروفسور در آمدیم با گفت که
برای چون دیگه شما گفت؟ با ما گفتم که همه خیلی کار. با گفت که خیلی شده و تباری دارید گفت قطعی آیلت گفت. با ما گفتم ها دختری امکی ما گفتم خوناتون چه خیلی همه وقتا خونامون هم یک بوده حال نمیدانم که همه خیلی گفتم. با گفت که اگر 10 فرزند کنید 5 تاش همه خیلی میشه هوایی. اگر 20 تا کنی 10 تاش میشه گفت. 2 تا کنی 1 تاش میشه نمیشه گفت. بله چنین ما یا که آوردن تو بردن اختیار بیار این همجا نه که لیچنین میکنیم نمیشه. همین بعد برآمدیم خسته آمدیم بعد ویا اونا 2 سال دیگه استادن ها پیدا شدن. برای کمک به آنها طریق شبکه‌های اجتماعی بسیار برادران و خواهران پرسان شدند. ما با این مقصد به خانه آنها رفته از حال و هوای آنها دیدن کردیم و کارت بانکی آنها را گرفتیم تا نفر خواهد کمک رساند. با این رقم‌ها و این کارت کمک خود را رسانید. که همه کسلی ها یاردم میکنه و یک اویلشت میه پدر و مادرش رحمت کنه خدا سلامت باشه و کسلی رو نبینن و همه خیلی سرگردانی و همه خیلی کمبودی و همه خیلی کارا را نبینن. خداوند کریم و دنیاشان آباد باشه و این دنیاشان آباد